سلام، چطورید بچه؟ خوش اومد. چیر بابا بیناموس. خوش اومدید به خوش اومد به دومین ویدیو این چنل. خوش اومد به دومین ویدیو این چنل بچه. قبل از هر چیزی لایک کامنت ساب یادتون نره. اومدیم با کی به نظرتون؟ دو تا پسر قنده اصل، یکی پشمالو یکی کوسه یکی ما. خب دماغم میخوره بچه. خودتون معرفی کنید. امیتو پیکسلز که لینک چنلشون رو واسهتون این زیر میذارم. ماشاءالله هم بازم میگم بهشون بگیم. چنلشون ترکونده. تو چند ماه رسیدم به 100 خورده هزار نفر بخشی، نه 1000 نفر. ایشالله به اونجا میرسن بچه. اسم این گیم چی بود پوریا؟ برو مسخره که متا چملون همچین کس چراییه قشنگه. کی تو این شانس بچه ها بریم یه جای خوب. همین تا کی هم تو زمانت با این مخو داشتنه چی گذاشتم ندیدم بابا. یه بکرومی یه سیکرومی یه بعد کلا 60 ثانیه وقت گذاشتی قایم شیم. داشت درستش کن. درسته حله 20 ثانیه برات میذارم رفت بعدی وایسا یای بری. من زمان ساب منم سری بعد گذاشتم 3 ثانیه میفهمی. من کردم تیر میزنم 20 ثانیه بعد صداش میاد. خب ببین تو این وقتی که گذاشتی رنگو میزنم. حالا من نمیکنم همین خوبه. بذار یه جزئیاتی بذارم. پوریا از اون اول هیچی نگفت. معلومه کجا قایم شده که هیچی نگفته. چند تا هانتر گذاشتی؟ چند تا به نظرت؟ یه دونه. چه سالی؟ آفرین. بعد اونجا اصلا زده بس چی میپرسی؟ حاجی امیدوارم خوب قایم شده باشم. وای یعنی میگی دیدی منو؟ حاجی ریدم. نه اوکی شد همین. وای نه خفیشو فریلوک چیه؟ همین تو چرا اینقدر رنگ و رنگ کردی خودتو؟ آدم کسشه. آخه بنده خدا. ها راستی بازی سود داشتین حرامزاده ها سود نزدن. داشت اونور نیستیم اصلا آخه. بگیرم مادرت. اینور نیستی آخه. اینور نیستی. باختی که اوش کوشی اوه ای بله عاشق این مپ هم میمیرم من برای این مپ. هیچکی تو این مپ کیرم هم نمیتونه بخوره. الان پیدا کننده یا پیدا شونده؟ الان جفتش. پیدا کننده کیه الان؟ پوریاس مسکی تویی؟
Maybe I don't have brain. But I have an چیز but I have an idea. Maybe I don't have a brain, but I have an idea. لا 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 لا. تو که معنای عشقی. به من منو بده یار. برین تو خاطرات شمالی اومد. آفرین. قرمزته. این بازی آپدیت جدیدم داده، این مپای خیلی خفن تری هم آورده. بگیرم. او فاک. زود زود 2 دقیقه خفه. زود بزنی. 2 دقیقه گوه نخو. سود با چیه؟ یک. دشمن مقدار پینگم بالا. کسخوله. وقتی اون دوست عقب مونده وای وای. اولیتون من شدیم. خفه شد. داداش دومی بزن. همین داداش دومی رو دیدی رفتی کجا هاید گرفته؟ یه جا رفته هاید گرفته، یه جا دیگه سیک. تو چقدر نمکی کونی. یه سود میزنی آروین. سود نداره بازی برای من. یکو بدم تا انگشتت نکردم. حال داری یا؟ بعدت نگهت نیست که انگشت. آدم. زود بزن خب ببین 80 ثانیه. آخه هنوز خودم کامل نکردم. خب 80 ثانیه. بذار بیام تو رو کامل بکنم بعد اونم کامل میکنم. تو اول خودتو کامل بکنه میخواد کسی دیگه. ای وای. داداش اه. اه. خدایی خوب پایین شدم. چیر بابا بی ناموس. یه بار دیگه نه دیگه. بزن. هر کی سود زد الان یه بار دیگه بزنه. همین تو بزن دیگه برو دیگه. من نبودم. من نبودم. حله دیگه فهمیدم. ببین اینی که الان زد اونور شاید من بودم. اونا رو ولش کن. چجوری راه داره بیام بالا؟ اینجوری میام. اینجا رو باش. میشه یه بار دیگه بزنی؟ یه بار دیگه بزن. ببین هر وقت به پوریا میگی یه بار دیگه بزن دیگه نمیزنه یعنی نزدیکشی. پوریا سود بزن.
نیستن چون هنوز چیزم نگرفته. بابا دیگه فهمیدم ایناش. ببین سلام. صداش نمیاد؟ خیلی یوبسی. من دیدمت اتفاقا تو ویدیو هم گفتم، یعنی اشاره کردم، فقط میخواستم اذیتت کنم. اشاره کردم. پوره یه بار یه بکن، سود کن، بزن نینی. داداش تو محل زندگی مین. داداش چرا گو میخوری؟ هنوز از این چیزا هم بهت نداده. رنکی بزن. میگم تو محل زندگی مین. کیرم تو محل زندگیت. سود بزن. داش بیا. همه تو یعنی تو نیدی پولی قایم شده کجا قایم شده؟ نه 9 تا رنگ گرفت. فهمیدم کجایی. وقت نیست. ای کوسکش. خب اینجا خیلی هایده، با هایدن کنه. ببین عین همین جمله رو تو ویدیو گفته، ویدیو که من ادیتش کردم. فقط گفته از ترس کلیه‌ام درد گرفت. منم بهش گفتم ای خوبه که تو کلیت درد گرفت. جدی؟ به خدا عین واسه هر الان اینجا جواب تو دادم. گفتم خوبه تو واسه کلیه درد خندت گرفته. یعنی چی که تو خوبه واسه کلیه خندت گرفته؟ نه اشتباه گفتم. خوبه تو از خنده کلیه درد گرفتی. تو از خنده کون درد میگیری؟ نه داداش من وقتی میخندم خب کلا یه بیماری هست به نام آتسما. خب آتسما میاد چیکار میکنه؟ وقتی که میخندی سوراخ‌های دماغت میگیره. اوه همینه دیگه خنده نمیتونی خوکی نفس میزنی بکشی. پس ها؟ یکی از اینطوری دلایلش که واقعا من این کارو میکنم. یکی از دلایلش اینه. عمرن منو پیدا کنید. ببین عمرن تو بهم اجازه 3 تا سوتو بده. بهت هر وقت گفتم 3 تا سوتامو میخوام ازت. بده اولیو. نمیدم. خب من مردش باش بده. خب جفتم یاخه. کیر منم نیستی. ببخشینو. لیز داشتم. کجاین؟ و تو چه یه 30-40 تا سود برات زدم اوه. پیدام نکنی کونی. ببین خیلی لگم. خب همون رفت خاک تو سر. وقتی میگه همونو رفت بیشتر آمپرم میزنه بالا. ادامه مسیر رو. ایول از جلو آرمین 20 بار رد شدی. خب برگرد آفرین همینجوری داره میاد. آفرین. تو از کجا میدونی از بغل من چجوری رد شد؟ داره فکر میکنه منو پیدا کرده ولی ریده. فکر کن الان یه خب برم بالا پله شاید دوباره مثل قبل کاکتوس شده بود. شو من خیلی لگم. الان اومد بالا. داداش میگم لگم. از این ور پل میرم از اون ور پل میافتم. خیلی لگم. کس خود سوت بزن. آروین اونور برات زایی شده بود. دیگه برو همونو پیدا کن. ببینم سوت من.
تو اون راه رو تا آرمین رو پیدا کردی بعد باز الان دنبال منی. داداش تو اون راه رو من اصلا آروینی ندیدم. بیا من بهت نشون آروین تو بدم. رو دید. همیتا میگه بیا الان بهت نشون راه. میدم. راهنمایی کن. یکی کمه. آقا 90 ثانیه سریع سوت بزنید. باشه. حاجی من خیلی بد قایم شدم، خیلی تو چشم. داداش نه نزن. نگم. آرمین کجاست؟ آرمین بریز آرمین. بریز آرمین. آرمین سود بزن. حرفش هم نزن امیر تو. لوله بزن دیگه. تفنگت من خب می‌دونی، یه من لحظه سوتم مالید. زدم شما نتونستین وایسا پیدا کنید. لوله تفنگ امیتا یه لحظه مالیده شد به دور لبم رفت. آی خیلی رنگ و رنگه نمیدونم. آخه اصلا این ورنی. تو همین اتاقه. ببین تو این اتاق نه. وایسا. فقط 10 ثانیه دیگه. 5 4 3 2 1 هلو. بوده راستت چجوری ما این ندیدیم؟ چون مرسی که از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. تا خدافظی دیگر بدرود.